یکی از مهاجمای تیم ملی در جواب به انتقادها گفته فکر کنید ما 11 تا نبودیم، 11 تا بهتر از ما نام ببرید که بیان تو تیم ملی. 4 سال دیگه صعود به جام جهانی بعد اینکه ما بریم آرزو میمونه برامونا. اون موقع دیگه کسی نیستش آبروداری کنه برای کشور. در جواب بعد بگم که چه آبرویی؟ مگه اصلا آبرویی مونده برای این تیم ملی؟ مساوی کردن جلو کیپ ورد و ازبکستان 10 نفره مگه آبرو میذاره برای این فوتبال؟ البته این ازبکستان مصر و محمد صلاح آورده بود دیگه، از تیم ملی ما چه انتظاریه؟ ولی باز نیایید بگید خوشحالیم چون که 3 تا بازی کلین شیت کردید. جلو کی کلین شیت کردید؟ تانزانیا، کیپ ورد، ازبکستان 10 نفره. از اون ور یکی از دفاعمون گفته من و اون یکی دفاع وسطمون جزو 4 تا دفاع وسط اول آسیاییم. خب بابا نیایید این فرو بزنید. الان همون بنده خدایی که ازش صحبت شده عملکردش این بوده توی مسابقه. نتونستن اونجا ضربه سر بزنن. شجاع خلیلزاده از همون حوالی محوطه جریمه حریف با بیرانوند بازی میکنه. این تیم ملی اون تیم ملی که مردم میخوان نیستش. انتظار حمایت دارن، جواب انتقادا رو سر بالا میدن. من نمیدونم چه دستاوردی داشتن جز صعود به جام جهانی.